تصور عموم جامعه از برنامه نویسی یه سری کد سبز رنگ صفر و یکایی که الکی بالا پایین میشن و صدای بیوقفه کیبورده. ولی نه، اینا چیزایی هن که تو فیلم میتریکس میتونید ببینید. The Matrix? Yeah. درگیری برنامه نویسا با کداشون، کارفرماشون، تصور جامعه و حتی گاهن خودشون یه روتین همیشگیه که از طلوع صبح تا آخر شب همراهیشون میکنه. به نوعی برنامه نویسی نه یه شغل، بلکه یک سبک زندگیه. برای درک بهتر میگن بهتر مسائل کاری رو پشت در خونه بذاری یا بیای تو. اما چی میشه اگه کارت تو خونت منتظرت باشه؟ تبدیل و ترجمه ایده ذهنی به زبان کامپیوتر کاریه که تلاش میکنیم یاد بگیریم و انجام بدیم. تو دانشگاه جادوگر صدامون میکنن، میگن در آینده میتونیم با کدمون جادو کنیم. شاید یه لوپ تکراری که به ایده پردازی، کد زدن، قهوه خوردن و خوابیدن ختم بشه از بیرون زیاد جذاب نباشه. اما بیایم به این فکر کنیم که حاصل این لوپ بشه یه برنامه که تو گوشی هر فردی که توی خیابون از کنارتون رد میشه نصب باشه. لذت بخشه، نه؟ با گذشت چند ساعت از روز، لپتاپ‌ها تبدیل میشن به گاراژ ایده ها که توش یه عالمه کد بین خطوط پارک کردن. ولی همه‌شون کنار همدیگه یه روز و یه جا برای یه قدم به سمت زندگی آسوده تر شروع به کار میکنن. ایلان ماسک میگه دائما به این فکر کنید که چطور میتونید کارا رو بهتر انجام بدید. به زیر سوال بردن خودتون ادامه بدید. شاید این بهترین جمله برای توصیف زندگی یه برنامه نویس باشه. دقیقا مثل زندگی ما که دائما در تلاشیم خودمون رو زیر سوال ببریم و درگیری ما با کدامون، کارفرماهامون، تصور جامعه و حتی گاهن خودمون یه روتین همیشگیه که از طلوع صبح تا آخر شب همراهیمون میکنه. یا پشت صحنمون نشه. من واسه پشت صحنه رو بیا متین. آره دیگه.